اگر پمپ آب روشن نمیشه یا درست کار نمیکنه، مشکل از این خازن است که رو بردشه. این خازن رو باید جدا بکنیم، با یه خازن دیگه عوضش کنیم. با ذوب کردن پایه‌هاش خازن مونده در میاریم، با یه خازن 1 میکرو رو جایگزین میکنیم. این خازن معمولا برای تغذیه بردمون استفاده میشه و اگر دستگاه روشن نشه، مشکل دقیقاً از همین خازنه. البته قسمت‌های دیگه هم هست که باعث روشن نشدن پمپ میشه، مثل این مقاومت که تو ظاهرش مشخصه. بعد یه نمونه یدکیش رو جاش بذارین اگر سیاه شده بود. اگر این خازن باد کرده باشه، حتما باید تعویض کنین، چون بازم باعث عملکرد اشتباه ست کنترل میشه و چراغ سبزمون دائما چشمک میزنه. یه مشکل دیگه هم روی دستگاه ممکن اتفاق بیفته که چراغ قرمزتون دائما روشنه و فشار آب تنظیم نمیشه. این قسمت‌های شیشه‌ای رو ببینین، اینا سنسور رید رله هستن که مقدار فشار آبو میسنجن. اگر دستگاهتون نمیتونه فشار آبو تنظیم بکنه و به موقع خروجی رو بده، بعد این رید رله ها رو هم تعویض بکنید. اگر از عملکرد چراغا و بردتون مطمئن شدین ولی موتور تحت هیچ حالتی روشن نشد، مشکل از این رله است. این رله مشخصاتی روش داره که به شما کمک میکنه بتونید